در انگلیس و آمریکا مکتب‌های ادبی به اون صورتی که در فرانسه مطرح هست با هم دیگه مقابله میکنن وجود نداره. اصلا شما نمیتونید بگید که دیکنز رئالیسته یا نمیدونم جویس چیه فلان، هم چیزی وجود نداره. نه در میان شاعران، نه شاید یه دسته شاعرانی هستن در انگلیس بهشون میگن مثلا متافیزیک، شاعرای متافیزیک، همین دسته رو مشخص میکنن، بقیه دیگه طبقه بندی درجه بندی نمیکنن. اینی که همه مال فرانسه بود. خواهش میکنم توجه به این حرف خیلی اهمیت داره، برای اینکه من همواره با خودم میگم که ما در ایران خیلی نسبت به مسائل ادبی، حتی مسائل ادبی خارج، جدیتر هستیم تا خود خارجی ها نسبت به ادبیات خودشون. و نمونه واقعی اون مکتب های ادبیه. آخر کار 2 جلد منتشر شده، اون 2 جلد خیلی چیز. من اینو به این مناسبت نمیگم که در آخر کارش یه تیکه از اولیس رو هم در واقع محبت کردن و از من خواستن آقای سید حسینی که بدم که اونجا در بیاد. ولی از قبل از این ماجرا و از همون ابتدا معتقد بودم که 2 تا کتاب هست که در خارجی ها اصلا مثلشو ندارن. حتی در فرانسه شما راجع به مکتب تاریخ ادبیات ندارید. شما تاریخ ادبیات دارید، شاعر، نویسنده تا میاد به عنوان مکتب تقسیم بندی اونا رو نمیکنن. و وقایعی که پیش اومده مخصوصا وقتی که رومانتیکا در واقع علیه کلاسیک ها حرکت کردن و بعد اینکه ریختن رومانتیکا را از بین بردن تا برسه به بعد از رومانتیسیزم برسه به رئالیسم و بعد از اون حتی برسه دیگه به سورئالیسم و سورئالیسم بیاد به دادائیسم. اینا مکتب همچین چیزی ندارن اونها. آقای سید حسینی برای چیزی فراهم کرده که به نظر من شاید تعجب میکنه، باید برگردونن به زبانهای فرانسه و انگلیسی اونها رو استفاده بکنن. اصلا این طبقه بندی که آقای سید حسینی از لحاظ نحوه نزدیک شدن به مطلب، این نوع نزدیک شدن به مطلب من نمیدونم، اینطور نیست. مکتب برای جلو. بله. تاریخ ادبیات آدم با آدم میره جلو دیگه، شاعر با شاعر میره جلو، نویسنده میره جلو. یکی اینه. و یادی بکنیم از یک کار بسیار مهم دیگری که شده و باید به نظر من میبایستی که اون کتاب هم به زبانهای خارجی ترجمه بشه، به اون کتاب نقاشی نوین احسان یار شاطر که مثل این رو هم لااقل من آلمانی نمیدونم، ایتالیایی نمیدونم، چیز نمیدونم، بعد در زبانهای انگلیسی فرانسه به این کیفیت راجع به نقاشی نوین و با این نگاه کتابی وجود داره. این از لحاظ این که فعلا بگیم که کار بیهوده نکردن اینها و حتی در سطح جهانی هم بالاخره یه نصیبی داره.